سلام کاکا. جور بخیر. چیال داری؟ صحت خوب؟ برنج میخری؟ برنج میخری؟ سیلی اول است مقصد. پیسه نداری؟ چرا کار نکردی امروز؟ در پد ساخته است. از صبح تا هیچ کار نکردی؟ حال تو یک قیمت کویره که چند میفروشی؟ ها؟ چرا صبح تا در پد کار کردی؟ کار نداره. چند بجه آمدی امروز؟ ما صبح چه وقت آمده؟ صبح وقت آمدی؟ هم یک نفر بتای خبران کرد؟ من یک نفر با خبرم کردم. از صبح تا حالا؟ بودم یک دیر یک نفر داد. من کوکا می یک نان بخور. یک نان بخور. چی در بود؟ نوش جانت. نوش جانت. حال چند خریدار ازی هستی؟ والا من خریده نمیتونه. خریده نمیتونی؟ خود تو یک قیمت تو بگو. والا دیگم یک فهم. امالی که در فهم نیست. چی در بگم از بچه دیگه. حالا خو یک قیمت تو بگو خدا مهربان است. بسیار والا من دیگه مالی مردم چی مکنم بزنم. مال خودت است. با خود آوردیم که بخریش. اون ما فروشنده تو خودت هم خریدار. خداوند انجمن داشته باشید که من نبود مالم باشه. تو سلامت باشید. تشکر. برو یک قیمت بگو الله مهربان است. والا اگه بخوام. برو یک قیمت بگو. خبر ندارم. 200 نخریدیم. چی دروغ بگم؟ هیچ برنج نخریدی هیچ وقت؟ نخریدیم. چند داری در جیب این تو بگو؟ چند داری در جیب؟ در جیب؟ والا یک دوبار بیشتر فهمیدیم نگرفتیم. با خدا گرفته داشت. چرا در افغانی کار کردی؟ در افغانی کار کردی؟ بگی یک بسم الله که دست در جیب که برو بکش. ما خب مفت نمیتو میره. مفت نمیتو. من نمیگم من. تو بیارم. والا اگه مقدار کرده باشیم با خدا. بگی دست در جیب کو. اگه میگه نه من بیارم. برو دست در جیب که یک بسم الله. نیدم من خلاص. برو بکش یک بسم الله که سعی که چند است. خدا که بیتم. دیگه مردم نمی‌دونن. تو برو دست در جیبت کو سعی کن. برو انشالله خود یک در پا خود بود. در پام نیست. نه با خدا. من در پام ولا اگه بود به خدا. برو دیگه قناجوانی نکنیم. ده افغانی هم نمیخرید از پیش ما. این ده افغانی میفروشیم سرت. این دقیقا من میکنم داری. حال ده افغانی هم نداری؟ نه والا این میرم من اسلام. استقبال نگیرم. برو منتظرت هستم. برو کال کردت وعده کردم ده افغانی میفروشم منتظرت هستم صحیح. به خاطر از اینکه احساس حقارت نکنه به عنوان توفه برش باشه منتظر هستیم که ده افغانیشه بیاره و ایره ای برنجه برش هدیه کنیم. چند است؟ 25. 25. 25 یک بیشه بده که من امروز کار نکردم. پام بیشتر 25. خب ما ده افغانی پس بتم تا آج خدمت جید نشد تاکه سریه. با خدا یعنی. این ده افغانی صحیح است. این هدیه از طرف بنیاد خیری امید حیات به خودت تقدیم است. خداوند لنگ من داشت.